با عرض سلام خدمت بینندگان عزیز، در آغاز سخن در گذشت مرحوم حضرت آیت الله العظمی آقای آمرزا جواد آقای تبریزی را خدمت همه بینندگان عزیز به خصوص شاگردان این مرحوم و تمام طلاب حوزه‌های علمیه شیعه تسلیت عرض می کنم. بخش سوم سخن من مربوط به یک خصیصه‌ای بود که ایشون داشت و اون دفاع از حریم اهل بیت بود. المظلومین لعن الله الظالمین لكم من الاولین والآخرین الى قیام یوم الدین یا غریب یا دیدیم در این راه ایستادگی کرد، فشارها دید، زحماتی کشید، سختیها تحمل کرد، تهدیدها شنید از همه طرف، ولکن صابرا محتسبا ایستاد ایشون پابرجا. قدمی در ممکن بود ایشون در امور دیگه مجامله داشته باشه و رعایت بعضی جهات رو بفرمایند، ولکن در مسئله ولایت اهل بیت هرگز با شخصی مجامله نکرد. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهاد إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائكة فوق ساب شدادي ما لي أراك ودمع عينك جامد أو ما سمع بمحنة السجاد سحبوه عن نطع المسجى فوقه. بزرگان همه اهل ولایتن، همه محبت به اهل البیت دارن، ولی حفظ شعار اسلامی و تعظیم شعائر نکته دیگری است که اظهار ولایت خود تعظیم شعائر است و این تعظیم شعائر از وظایف بندگی و از وظایف مؤمنین هست که اینو اظهار بدارند و یکی از عبادات بزرگ است. روی این حساب ایشون در مواقعی که احساس می‌کردند مسئله از مسائل ولایی در خطر است یا اصلی از اصول اعتقادات در خطر است، یا در درس یا در مجالس یا به صورت اعلامیه یا در حضور مجالس عامه مثل خیابونها به طرف حرم مشرف شدن و مراسم دیگر، اون تعظیم شعائر را که وظیفه خود می‌دانستند انجام می‌دادند و رفع شبهه می‌کردند و تقویت مذهب می‌کردند و این نقطه بسیار قوی در ایشون بود. حرکات عرفانیشون، حرکات معنویشون، حرکت الهیشون برای همه محرز بود. یعنی ایشون با چنگ به ولای اهل بیت تمام این مراحل رو طی کرده بودن. عرفانی که صادق هست و عرفان صحیح که از حب اهل بیت به دست میاد، از ولای به اهل بیت به دست میاد، ایشون دارا بود. ایشون مثلا هر مشکل شما مشاهده کردید، دوستان هم دیدن، ایشون معلم اخلاق به تمام معنا بود در ولای اهل بیت. ایشون در مجالس اهل بیت حاضر میشد، مثل یک کودک گریه میکرد در اون مجلس و کسی به ایشون نگاه میکرد تحت تأثیر قرار میگرفت و وقتی که مصیبت شروع میشد ایشون دیگه تحمل نمیکرد. قالوا إن نحن أخبرناك لا تخبر بنا أحدا قال لا عليكم
عليكم أنا واحد منكم أنا زين العابدين جئت لمواراة أبي الحسين طبع للسجاد للعرصة ودموع من الثرى وشافها تزهر من طيب الأمجاد معطرة وشاف جملة من الخلق عند الجثث متجمعة قال شلكم عندها الجثث المطبرة قالوا جينا نتفرج ودمدم عين جرى. واقعا معلم اخلاق بود به تمام معنا در ولای اهل بیت. ایشون وقتی که تشکیکات حضرت زهرا شد به من گفت پسرم من باید از این خونه به حالتی خارج بشم که مردم مرا ببینن و بفهمن که حضرت زهرا مستقیم با عقیده شیعه مرتبطه. عقیده شیعه یعنی اعتقاد به تمام مصائب حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت زهرا اعتقاد به تمام مصائبش رکن رکین عقاید امامیه است. لذا ایشون جوراب رو از پاش در آورد. من یادم اون روز خدا شاهده عبا رو برداشت گفت پسرم به طلبا بگو پشت سر من را بیفتن ما میخوایم برای حضرت زهرا عزاداری کنیم. ایشون از دم در دفتر تا حرم حضرت معصومه زار زار گریه میکرد. بعد من خود من کنار ایشون بودم. حدود 30 قدم 40 قدم که ما تو خیابان حرکت کردیم احساس کردم که از گرمای اسفالت من دیگه نمیتونم حرکت کنم. گفتم آقا پاتون نمیسوزه؟ قصدي ادفن والدي وادفن عمامي واخوتي قوموا حفروا قبور علي المرض ناحل قوتي وخلوا دماغهم غسلهم والكفن ساف الثرى. احساس کردم که از گرمای اسفالت من دیگه نمیتونم حرکت کنم. گفتم آقا پاتون نمیسوزه؟ گفت پسرم در مقابل مصیبت حضرت زهرا این سوختن معنا نداره، احساس نمیشه. این بزرگوار حقانیت مذهب شیعه رو اثبات کرد. اون چیزی که همه دهانها بسته میشه و کسی در برابرش حرف نداره برای زدن، قضیه شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها است که این بزرگترین دلیل بر حقانیت مذهب شیعه است. و اینکه ایشون پافشاری میکردن در ابراز این مسئله که این مسئله بیشتر برای جهانیان روشن بشه، چه در گفته خودشون چه در عمل. یاد دارم در همین حسینیه ارک ایشون تدریس می‌فرمودند. صبحها ساعت 10 صبح ایام شدید جنگ تجاوزکارانه رژیم بعث بر علیه دولت اسلامی ایران بود و غالبا در اون فتره قم مورد موشکباران یا بمباران هوایی قرار می گرفت. روزی در سر درس موشک اصابت کرد به شهر قم. خاکها از سقف بر روی سر طلاب ریخت. بخشی از این سقف کاذب حسینی هم فرو ریخت. وضعیت خطرناکی بود. مرحوم میرزا چند دقیقه صبر کردند. وحشت همه رو فرا گرفته بود. هیچ کس از جاش تکان نخورد به احترام نشستن میرزا بر منبر درس. بعد از اون که خاک‌ها و گرد و غبار فرو نشست و آرام شد، میرزا فرمودند که الحمدلله به کسی آسیبی نرسید، درس را ادامه دادند. این نشانه اعتقاد ایشون، نشانه قوت قلب ایشون بود و اینکه این طلابی که از راه‌های دور و نزدیک، از خارج و داخل کشور به این شهر مقدس و جوار حضرت معصومه تشریف آوردن و هدفشون آموختن بود، باید وقت اینها رو مورد احترام قرار داد و این جنبه بسیار مهمی است که شاگردان ایشون آموختن که هدف یاد دادنه، هدف احترام به وقت شاگرده، هدف تربیت شاگرد بود از ایشون. هیچ چیز از این بالاتر نبود. هیچگاه وقتی از ایشون تلف نمیشد. ایشون به وقت خیلی اهمیت میداد و بارها و بارها من نصیحت میکرد که
پسرم از وقتت استفاده کن که عمر کوتاهه اما حساب سخته. طوری نباشد عمل کنی که فردا مورد مؤاخذه قرار بگیری، زیرا که ما خودمون رو سفیران هدایت و معلمان شریعت و کسانی قرار دادیم که بتونیم تشیع رو یاری کنیم و خودمون باید طوری باشیم، طوری عمل کنیم، طوری برخورد کنیم، طوری در جامعه حرکت کنیم که مردم با نگاهشون به ما بتونن اون پیام ما رو بگیرن و بتونن در جهت اصلاح امور گام بردارن. ایشون شخصی بود که به هیچ وجه در مسیر حرکت خودش ترس نداشت. همون گونه که قرآن فرموده است که الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. به افرادی که دارای مسئولیت هایی بودن توصیهشون این بود که در مسیر مسئولیت خودتون ترس نداشته باشید. من بارها شاهد بودم که مسئولین تراز اول کشور اسلامی ما خدمت ایشون میرسیدن و ایشون توصیه هایی میکردن که گاهی اونها اصلا تعجب میکردن. در مسئله هسته‌ای که شاید این نکته رو کمتر کسی گفته باشه، من خودم شاهد بودم که وقتی وزیر امور خارجه خدمت ایشون رسیدن، تو همین اتاق روی همین صندلی هایی که در کنار ما هست ایشون نشستن، حضرت آیت الله العظمای تبریزی مطرح فرمودن که شما از چی ممکنه بترسید و چرا ممکنه شما کوتاه بیایید؟ چه معنایی داره که ما در این مسئله مهم کوتاه بیایم؟ چه ترسی داره؟ و ابرقدرت‌ها در برابر این کشور اهل بیت و کشور امام زمان چیزی نیستند. روی این حساب باید ایشون را در ردیف اول علمای اسلام، کسانی که اسلام را تقویت کردند و تشیع را با زحمات خود سرشار از نیروهای قوی کردند شمرد. هم شاگردانشان، هم کتابهایشون، هم تألیفاتشون، هم سخنرانیهایشون، درسهاشون، هم مجالسشان، همه باعث تقویت اسلام و تقویت تشیع و مذهب حق بود. چند روز پیش چون ما خب میپرسیم اینه که در طول حیات آقا با آقا ارتباط داشتن، یه طلبه میگفت من خیلی حساس شدم صبحها که آقا تنها میرفتن سعی میکردم یه چند قدمی تبرک با ایشون برم. میگفت 2-3 روزی که با ایشون حرکت کردم، روز 4-5 خودم رو خیلی به ایشون نزدیک کردم به طوری که ایشون متوجه نشه. بعد رفتم جلو ببینم ایشون چی میگه. این طلبه ترک بود، میگفت که به زبان ترکی دیدم که ایشون میگه یا امام الزمان. همونطور که علامه امینی می آمدن پشت ذریح وای میسودن و میگفتن من عبد شما، من کوچیک شما، من ناچیزم در مقابل شما، منم همین لفظا رو میگم، منم همین معنا رو به کار میبرم، عنایتی کنید. صحبت میکرد، زمزمه میکرد، ارتباط داشتن و مسائل معنویشون خیلی بالا بود و
طوری بود که تحت تأثیر قرار می گرفتن افرادی که با ایشون برخورد داشتن. ملاحظه می شد در زندگی سراسر آموزنده استاد اهتمام به مستحبات و مخصوصا نماز شب بود. قبل از اذان صبح بیدار می شدن و از خانه خارج می شدن، حرم تشریف می بردن، بعد به مسجد امام حسن عسکری می رفتن و بین این رفت و آمداشون به فقرا سر می زدن که شما شاید در ختم یا مراسمی که در دفتر برگزار می شد فقرایی رو مشاهده کردید که با کیسه بارشون که معمولا تو خیابان ها می خوابن تو مراسم حاضر شدن. این همون کسانی بودن که بعضیاشون رو آقا صبحها که خارج می شدن به اینها دور بر حرم کمک می کردن. استاد عزیز اهتمام به نماز شب داشتن، پای درس مکرر حالا یا تصریحاً یا تلویحاً درباره فضیلت و اهمیت نماز شب صحبت می کردن و چند باری فرمودن که مضمون روایات چنین است که اگر کسی اهل نماز شب باشد، تقید به نافله شب داشته باشد، معذالک ادعا کند که من در عسر و حرج هستم، من در فشار زندگی هستم، فقیر هستم، از اون باور نکنید. بدین معنا که یکی از برکات و ثمرات نماز شب این است که در زندگی انسان وسعت ایجاد می کند و حتی از لحاظ مالی هم خداوند در اثر این امر معنوی کاری می کند که زندگی انسان رونق پیدا بکنه. من یادم نیست و فکر نمی کنم کسی یادش باشه که پدر ما زندگی طوری کرده باشه که اصلا احساس کنه از یک فرد طلبه عادی و مبتدی یه چیزی بالاتره. همیشه حرکاتشون حرکاتی بود که وقتی یک طلبه جوان در کنار ایشون میشست احساس میاد بغل پدرش نشسته، کنار پدرش میشسته. و این طلبایی که میبینید اشک میریختن، خصوصا شاگردای آقا، هر کس به من میرسید میگفت ما یتیم شدیم. مدار زلال و یختم شریعت سید المرسلین انشاءالله فی مستقبل الایام انشاءالله. نسبت به وجوهات خیلی حساس بودن و یه وقتی مرحوم آقای مهاجرانی که دفتردار ایشان بودن خدا رحمتشون کنه و مختصر پولی در اختیارشون بود، اون موقعی که آقا شهریه رسمی نمیدادن به شاگردان درس تقسیمی میدادن. آقای مهاجرانی خودش به بنده فرمود که فلانی من به آقا گفتم این 3 تومانی که شما به هر طلبه میدید اجازه بدید من به جعفر آقا فرزند خودتونم بدم، ایشونم که طلبه است. آقا فرمودن نه، جعفر سهمیه خودش رو در منزل سر سفره من مصرف میکنه. اینقدر جدی بودن، یعنی براشون فرق نمیکرد که حالا یکی فرزند ایشان باشه یا مثلا شاگرد ایشان و اهتمام داشتن. گاهی صحبت میشد که آیا طلبه هم باید وجوهات بده؟ میفرمود بله. آیا فقط برای مردم میگیم خودمون نباید وجوهات بدیم؟ اگر ما هم اموالمون به حدی رسید که متعلق خمس شد چرا ما هم باید بدیم؟ خدماتی که در بعد مذهبی داشتن، مسجد سازی، ما خارج کشور داشتیم، داخل کشور داشتیم، در مناطق و استانهای مختلفی مثل استان گلستان که شیعه در کنار برادران اهل سنت زندگی میکنه و امکانات نبود، مساجدی ساخته شد. در استان هرمزگان در چندین شهرستانش مساجد متعددی ساخته شد. در استان سیستان و بلوچستان و در سایر جاهایی که واقعا نیاز مبرم بود و امکانات نبود ایشون اقدام کردن و این کار خداپسندانه رو انجام دادن. چه از نظر خدمات مردمی و اجتماعی، خدمات پزشکی، 2 تا درمانگاه بسیار مهم، یکی در نجف اشرف برای مردم محروم و نیازمند نجف و دیگری درمانگاه فوق تخصصی بقیت الله الاعظم در قم. استاد فقید نسبت به بزرگان هم نوعان
فقهای بزرگوار قائل بودند و همیشه از اساتیدشان، از بزرگان علمی و دینی به خوبی یاد می‌کردند، با احترام نام می‌بردند و نظرات فقهی یا اصولی اونها رو هم اگر عنوان می‌کردند و احیانا جواب می‌دادند، خیلی با احترام خاص و ادب بود و می‌فرمودند که احترام به بزرگان باعث موفقیت ما خواهد شد. در طول زندگی با ایشون که همیشه خدمتشون بودم، هیچگاه ندیدم ایشون با یه حرکتی بخوان غضب خودشون رو ابراز کنن. همیشه با اون خنده زیباشون ما رو راهنمایی میکردن، خطاب میکردن. مثلا جمع خانواده ما وقتی جمع میشدیم نصیحت میکردن، میگفتن که دنیا دار فناست، شما سعی کنید در جامعه طوری زندگی کنید که مردم وقتی به شما نگاه میکنن لذت ببرن، به شما وقتی نگاه میکنن اون رسالت اهل بیت رو ببینن که در ویژگی‌های زندگی شما وجود داره و شما واقعا اونها رو سرمه چشمتون قرار دادید. خدایی نکرده اگر زندگی تغییر کرد، من وضعم بهتر شد، اینطور نباشه که شما در حرکاتشون تغییر بدید. والد ما وقتی که هیچ چیز نداشت و در حوزه علمی قم بود، تا این اواخر که عده زیادی از خارج کشور و داخل به ایشون رجوع کردند و مسائل مادی که معظمش وجوهات بود در امر شهریه صرف میشد، هیچ تغییری در زندگی ایشون نداد و طلبه های فاضل و جوان و متدین که درس ایشون حاضر می شدن گواه بر این امرن. پدر ما اون وقت که هیچی نداشت یا وقتی که به مرتبه مرجعیت رسید، هیچ تغییر در زندگیش نداد و این واقعا بزرگترین درس بود برای همه ما. روزی از روزها وقتی که بعد از اتمام درس در مسجد اعظم همراه ایشان بودیم، در همین کوچه های نزدیک منزلشان برخورد کردند به یک قطعه نانی که روی زمین افتاده بود. با تواضع خم شدند، این قطعه نان رو برداشتند، چند قدمی حرکت کردند و این قطعه نان رو گذاشتند لب یک پنجره دیوار یک خانه‌ای و چند قدمی گذشتند. بعد تردید کردند، برگشتند، این قطعه نان رو برداشتند و فرمودند شاید صاحب این منزل راضی نباشد که من این قطعه نان رو لب بام او بگذارم. لذا برداشتند، چند قدمی گذشتند و مجددا گذاشتند لب یک دیوار خانه‌ای که فرمودند این از دوستان ما هست و میدانم که راضی است. این مسئله اهتمام استاد عزیز رو نسبت به حق الناس میرساند. من یادم یه روز ساعت 3 هوا بسیار گرم بود، دیدم در خونه باز شد، اومدم بالا دیدم آقا هستن. گفتم آقا تو این گرما کجا دارید میرید؟ گفت پسرم دعا کنی، یک مشکلی هست، میخوام برم در خانه طرف حل کنم مشکل رو. و فکر میکنم وقتی نگاهش به این گرمای آفتاب بخوره و حرکت بتونم مشکل رو حل کنم. ایشون اصلا روزنه های حرکت رو، بهترین روزنه ها رو انتخاب میکرد که در نفوس تأثیر کنه تا اونها رو بتونه هم راهنمایی کنه هم بقبولونه اون چیزی رو که در نظر خودش بود. یکی از خصوصیات ایشون این بود که در روزهای پنجشنبه و جمعه و هر تعطیلی دیگر که مجلس روزه ای را برقرار می کردن برای تبرک و توسل، خیلی از فضلا می توانستند در اون روزها
که مثلا شغلی ندارن، به مشغله اجتماعی مشغول نیستند، به خدمت ایشون برسند و سوالات خودشون رو مطرح کنند و جوابهای علمی و بسیار عالی ایشون رو دریافت کنند. این که میگم بسیار عالی به جهت اون که ایشون از حضور ذهن بسیار خوبی ایشون بهره‌مند بودند، به طوری که روایات و احادیث اهل البیت و مدارک فقهی و مبانی اصولی کاملا در دستشون بود. منزل ایشان بیرونی و درونی نداشت. بیرونی و درونی در حقیقت یکی بود. یعنی هر کس وارد میشد استاد فرزانه رو مشاهده میکرد، در جمعی از علاقمندان و مراجعین نشسته بودند، سوالات فقهی پاسخ میدادند، استفتاءات رو جواب میدادند و واقعا این از شاخصه های بسیار مهمی بود که کمتر کسی توفیق پیدا می کند که در سطح عالی مرجعیت همردیف با شاگردان خود بنشیند و اونها رو تغذیه فکری داشته باشد. این نکته بسیار مهم بود. همواره ایشون در دسترس بود. مسائل شرعی، مسائل اعتقادی و جز اینها رو پاسخ می‌گفت. به من فرمودن که مسجد الحرام جای بسیار با روحیه، جاهای مهمی داره، ارکان مهمی داره، مقام ابراهیم، حجر اسماعیل، ارکان مستجار، ولکن فرمودن یک رکنی داره در خود خانه خدا، رکن یمانی. فرمودن به این که اینجا رکنی است که یکی از بابها و درهای بهشته و دری است که معصومین از اونجا وارد بهشت میشن. اینو که عرض میکنم برای حجاج عزیزی است که مشرف میشن به بیت الله الحرام. فرمودن که من در اینجا روایت صحیحه داریم، هر کسی در مقابل این رکن 100 بار قل هو الله رو قرائت کنه برای قضای حاجت و نیتی که داره، مطمئن باشه خداوند حاجتشو مستجاب میکنه. و فرمودن من 3 تا حاجت داشتم در اونجا، خداوند این حاجت رو من دادن.